هی پول داری توی جیبت بگو بینم، آخه من آجر چینم دیوار چینم و تو شکاف دیوار خیلی چیزا دیدم، دوست دارم بیا در گوشه میگم بشنو حرفمو تو چند دقیقه. هی حاجی با تو هم که در بزنی کی دکی دارن بگی نگی کوچیک و توش میفروشم تکسای رو کی. هی تو حاج خانم سری به ما بزن، هرچند تو زنبیل شما کلماتم خزن. اخ نکن آخه کجای حرفم بده، هنو 4 قد خانم بود دستگیر دره. هی تو دست تیز تو دیگه توی سینم، بدون تو خرخره اصلا پر کینم. ببین رفیق نقشم تو زندگی مثل سربازا، تنها برم باز کنم جلو واسط را شاهایی مثل حاجی رو کنم رنگگاه، تا تو شطرنج زندگی نکنن چپ نگاه. یه جوانی مثل من تا آخرش با پا راه میره، جوان تو چی حاجی تا آخرش با پا راه میره. نمونکرش نشو حاجی یه چی در میری با جیب با پول تا ساده ها رو ببر تا چی چین حال کنن تو چین کنن دفعه رو تو چین شاف کنن. ما این که اینجا هست سوقه واسه درباز واسه ناموستم شدیم دیگه سرباز. خمیم بارون رو کاغذ بغض صدامه که ارامه میده که داد به ادامه. ساری یه چیزی بگم روشن بشی، حاجی ما شده ساخته واسه آدم کشی. آره هست نقششون اونا مثل قطار، من و تو هم مثل ریچ شاموتار. بده دورو بره پر حیوان آدم نماز، من که سجادت رو بخون 4 رکعت نماز. من باش میرم آب بکشم دهنمو، واسه چی بخونم نداری درک حرفمو. بس میگم و میشنوی روزایی و دادا، بیر خودت باش نه یه آدم نما. چند روزی نبودیم حالا اومدی